یعنی ممکنه مثلا تو آب و شکر اگه مثلا بریزین 10 دقیقه کف کنه و شما بفهمید که مخمرتون زنده است و فعاله و بخواید استفادهش کنید. ولی توی شیر ممکنه مثلا 20 دقیقه طول بکشه. حالا هیچ وقت من زمان نگرفتم تا موقعی که یه کفی روی این ایجاد میشه که قشنگ متوجه میشین که مخمرتون سالم و آماده کاره. من زمانی که مخمر رو مثلا حالا بذارم مثلا توی خمیر پیتزا با اول اینکه الان یه اشتباهی که الان فهمیدم میکنم که دمای 55 هم فکر میکنم 150 چون از بویلر میارم آب جوشو، یعنی فکر میکنم آره خیلی داغه. الان متوجه من داستان شدم. بعدم زمانی که میریزم آب جوشه رو با دست بازش میکنم مخمر رو، یه ماساژ اون مشکلی نداره. اوکیه؟ اون اوکیه. اون آبی که داره از بین میبره اونا رو اصلا کلا میکشیشون. فقط دیروز یه تستی گرفتم، تست پیتزا گرفتم. بعد خب به نظر خودم زمانی که داشتم پهنش میکردم خوب بود.